برگزاری نشست تجاری نماینده بنگلادش با تاجران آرادی. بسم الله الرحمن الرحیم. اسما حسن‌زاده هستم، عضو هیئت مدیره بازرگانی فرامرزی. در زمینه خرما و مشتقات خرما فعالیت داریم. امروز با نماینده کشور بنگلادش جلسه داشتیم. جلسه بسیار خوبی بود و روند بسیار خوبی طی شد. قیمت‌ها رو که به نماینده بنگلادش اعلام کردیم بسیار ترغیب شدن، چون قیمت‌ها رو با کشور خودشون مقایسه کردن و دیدن حاشیه سود بسیار بالایی میتونه براشون داشته باشه. انشالله که بتونیم در آینده باشون همکاری خوبی داشته باشیم. ممنونم از شرکت آراد برندینگ بابت برگزاری این جلسات، بابت اینکه این ظرفیت‌ها رو در اختیار ما تاجرها قرار میدن تا ما بتونیم با نمایندگان سراسر دنیا ارتباط برقرار کنیم و محصولاتمون رو بهشون معرفی کنیم. ماهر سمندر هستم، تاجر و صادرکننده کاشی سرامیک و انواع موزاییک با برند موتاکو. امروز جلسه داشتیم با نماینده بنگلادش. جلسه خیلی خوبی بود، خیلی خوشحال شدم از آشناییشون و در مسائل ساختمانی هم میتونستن فعالیت خوبی داشته باشن توی کشور خودشون و خیلی متشکرم از آراد برندینگ که این فضا رو برای ما تاجرها فراهم کرد. به نام خدا، حسن فیاضی هستم از استان بوشهر، ساکن شهر قم. بنده از سال 98 در زمینه خرما و مشتقات خرما فعالیت خودم با مجموعه آراد برندینگ شروع کردم در زمینه تجارت. امروز جلسه خیلی خوبی داشتم با نماینده بنگلادش آقای احمد فیصل. قیمت محصولات رو با هم چک کردیم و تفاوت رو کاملا احساس کردن که چقدر سود تجارت میتونه براشون مفید باشه توی این زمینه. قرار شد من نمونه‌هایی رو براشون بیارم برای بازاریابی در کشور خودشون فعالیتشون رو شروع کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. سکینه خلیلی هستم، حوزه فعالیتم پسته و مغز پسته و مشتقاتش. با نماینده بنگلادش یک نشست تجاری داشتیم، خیلی عالی بود و اینکه نمونه ها رو ارائه دادیم بهشون و انشالله که به نتیجه های بهتری و موفقیت بیشتری برسه انشالله. از آراد خیلی متشکریم، جای تشکر داره که این بسته رو در اختیار ما گذاشتن. به نام خدا، حسن فرداد هستم، تاجر محصول کشمش، استان همدان، شهرستان ملیر. امروز با نماینده بنگلادش دیدار داشتم و در مورد محصول کشمش صحبت کردیم. بسیار خوب و رضایت بخش بود و نماینده از محصول کشمش بسیار استقبال کردن. عبدالحسینی هستم، تاجر فلاکس چای و کلمن آب و مشتقات. الان یک جلسه با فیصل احمد از کشور بنگلادش داشتیم و محصولاتمون رو بهش نشون دادیم و ایشون هم توی برنامه‌های خودشون گذاشتن که رو محصولات ما کار کنن و بازاریابی کنن و با همدیگه همکاری کنیم. در آخر هم از آراد برندینگ تشکر میکنیم که این موقعیت و فضا رو برای ما آماده کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد بیضایی هستم از شهرستان مراغه، مدیرعامل برند کریمو و سیرلند در حوزه بستنی، لبنیات و مکمل‌های غذایی سویق فعالیت می‌کنم. امروز جلسه‌ای داشتیم با نماینده کشور بنگلادش، گفتگویی کردیم در مورد کیفیت محصولات تولیدی ایران، بازار هدف محصولاتمون در کشور بنگلادش. تعامل خوبی بود بینمون برقرار شد. شرکت آراد در این زمینه فعالیت زیادی رو دارن انجام میدن و از ظرفیتی که کشورهای دیگه دارن میتونیم محصولات خودمون رو به اون کشورها صادر کنیم استفاده میکنیم از طریق شرکت آراد. امیدوارم که در آینده بتونیم تعامل خوبی از این جلسات داشته باشیم.